مگه میشه ماشین باز باشی و چشمت به پاگانی یوتوپیا بیفته و آب از رابول و چپ راه نیفته؟ آقای هوریشی و پاگانی با الگوبرداری از ساعت‌های لاکچری دست به ساخت این زیبای دلنشین زده و این باعث شده که از کامپیوتر در این خودرو به صورت حداقل استفاده شه. این ماشین دارای یک گیربکس 7 سرعتی دستیه و صفحه نمایش سرعت و دور موتور اون به صورت آنالوگ هستش. این ماشین یک موتور 12 سیلندر توین توربوی AMG داره که 852 اسب بخار قدرت تولید میکنه و شاسی اون از جنس کربن تیتانیومه و فقط 1280 کیلوگرم وزن داره و یکی از سبکترین هایپرکارهای دنیاست. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. قول میدم روز به روز ویدیوام بهتر شه. ممنون ازتون، دمتون گرم.